این روزا مشکلات زیادی متوجه مردم ایران زمین هست و یک سری مشکلاتی که قبلا بودن از قبل مدتی که اینها جریان دارند و لا ینحل ماندند، هنوز حل برای اونها تدارک دیده نشده یا مسئولان نتوانستند که به هر حال این مشکلات حل کنند و مشکلات بالای مشکلات ہے و سال اخیر مردم ایران به صحنه آمدند و اعتراض کردند، خواهان عدالت شدند و رفع تبعیض و نابرابری و زنان هم معترض بودند، مردان هم و اقوام، مذاهب و بالاخره اکثریت مردم ایران و همچنان مردم خواهان اجرای عدالت اصناف کارگران، بعض نشسته ها هستند، بعض نشسته ها و به هر حال پرستاران، جامعه پزشکی، جامعه فرهنگی، معلمین و بسیاری اصناف به خاطر حقوقشون که پرداخت میشه، دستمزدی که به اونها داده میشه شهریه، اعتراض داشتند و هنوز اعتراضات جریان داره، مشکلات حل نشده است و مشکلات بالای مشکلات انباشته شده است و روزانه این هنوز مشکلات و اعتراضات هست و به هر حال مردم آزادی خواستند، آزادی های که بسیاری آزادی ها حتی ابتدایی و بسیاری حیاتی و مهمان، مثل بالاخره فعالان سیاسی آزادی میخوان، انتقاد آزاد باشه، فعالان سیاسی آزادی داشته باشند، فعالان روزنامه‌ای و رسانه‌ای آزادی داشته باشند، رسانه ها آزاد باشند و زنان اعتراض داشتن برای حق و حقوق خودشون و دارند هنوز و به هر حال این مسائل زیاده که مردم ایران بالاخره هنوز اینها را میخواهند و در انتظارند که به این مسائل توجه بشه و تغییری بیاید و تحولی بیاید